سلام علیکم آقای اسکندر و اهل گروه انگور و باغ. من همینجا گذشته ایستاده بودم که یک باغ پیسته در شهر اورفه ترکیه. نبینید اون قدر حاصل نوکش عجایب که حیران میشه. این نبینید، نبینید غجم این کلانش ببینید، این قدر انداختگیش ببینید. و اینش به لایق، اینش تماما کلان. خیره که این 55 گرادوس به کم شمالک شد. این ببینید با همه لب راهی کلان با. این با گفته شما که برای چشم‌های آب دادن، کیف کردن چشم. جمعه استاده است نمیدونم باید با چه خیلی میفرد عجایب خوش رو. نمیدونی زمین برسته زد پیشش. از درونش هم گیرم فکرم نمیتوادم از درونش اینتریمش از صاحب همین پیوند گرفته زکاز کردیم و این نوار به نشان دادم که شما که اسکندر زکاز گرفتن همه خیر. انا همین سورت انتپ فیستک میگم، سورت انتپش. اینجا ترکیه به دو خیل سورت اصلا، سورت سیرت و انتپ. این چیز است سورت انتپش. تگوی برگ بروش شدگی از افتاب گرم میشه. یعنی همه خیلی ممکن گرم که وجود راه رفتن. اینش کمتر مایده ها کرده است اما لیکن حاصلش نه است. این علاقه سرخ شده است. یک ماهی دیگه میپخته است وقتی چینشش حاصل قندارش میشده است. 25-30 روز دیگر گفت تا وقتی چینشی چیزه حاصل قنداری. اما من تگش نشون میدم از هوا گرمی همه علفا خاک شدگی. این هیچ کس اینجا به آب نمیتیان، فقط همین زمستان با برف باران باردگیش کتی آب میخوره. اینها آب تیادگر خاک میشده است. گفتن که تا حاصل در آمدن آب ماند نقص، اما بعدی که حاصل به در آمد پیسته دیگر تابستان عموما ممکن نیست آب دادن. آب دادت کسلی میشه درخت میگن. این عجایب همیشه خصلتش بوده است که خودش بی آب باید که حاصلش پزاننده بوده است. خیلی ریشه هاش 4-5 متر شاید 10 متر تگ زمین برفتگی عموما به آب. خب با دقتون تشکر. شما که اسکندر زکات جمع کردن گیرید که تاجیکستان همه جا بینید آلو 1 سومون، زردآلو 1 سومون، هیچ کس نمیخرد. این باشه 150 سومون کیلوش. این با هیچ مهنت ندارد، همین فقط جمع میکنه تمام. نه آب میتید، نه مثل زردآلو قاق میکنه، نه مثل آلو قاق میکنه. فقط از با تراکتورها برام دیگه می افشاند خودش جمع میکند تمام. شما دیگه فایده جمع میکنید. بهترین پیشنهاد ما برای همه
دهقانان و همه آنهایی که زمین دارند.